عدم رهایی عبدالرؤوف 9 ساله کودک ربوده شده از سوی افراد ناشناس پای مادر بیمار این کودک را به اینجا کشانیده است. مادر بیمار که در غم فرزند دلبندش بعد از 47 روز اینجا در مقابل درب مقام ولایت بلخ با شمار از زنان دیگر برای دادخواهی آمده حکومت را به ناتوانی متهم می کند. ما عبدالرؤوف میخوایم از حکومت، فرزند نازنین ما میخوایم. اگر اشرف غنی صدای منو میشنوه، اگر دکتر عبدالله امررسالی میشنوه، فرزند من در ساعت 24 ساعت باید از تسلیم مکنه دان ولایت بلخ. در ادامه اعتراض ها به خاطر رهایی عبدالرؤوف 9 ساله، آل شمار از زنان قوم ترکمن به خاطر اعتراض کردن و ای که حکومت تا حال به خواسته هایشان رسیدگی نکرده، امروز درب مقام ولایت بلخ را بستند. واکنش های باشنده های قوم ترکمن پس از آن اوج گرفته که از سرنوشت این کودک پس از گذشت نزدیک به 50 روز خبر در دست نیست. بانوان معترض مقام های محلی و نیروهای امنیتی را به ناکامی در راستای شناسایی آدمربایان متهم کرده به رسم اعتراض در ورودی مقام ولایت بلخ را بستند. ما به خاطر تظاهرات امروز اینجا آمدیم، به خاطر عبدالرؤوف جان. ما میخواهیم عبدالرؤوف جان باید آزاد شود. چرا اونا را اختطاف کردن؟ بیچاره 40 روز میشه، نه نان میخوره نه آب میخوره، او را دستاش چیز کرده، زنجیر کرده، چی کارا میکنه؟ او بیچاره چی گناه داشته؟ ما در اینجا هستیم، اول خیراتان بسته کردیم، بعد از خیراتان بسته کردیم، ما امروز آمدیم در اینجا آف پاش داده. ما از آب نمیترسیم، حتی از سنگ هم نمیترسیم، ما دیگه قربانی نمیتیم، بس است دیگه، بس. این دولت کجاست؟ اشرف غنی کجاست؟ تا زمان همینجا هستیم، تا زمان همینجا مکان ماست، خیمه ماست، این همینجا ما خیمه میزنیم تا زمانی که طفل معصوم عبدالرؤوف جان به دست ما نیاید، تا او صورت ما این همینجا هستیم. با این حال مقام های امنیتی از تلاش ها به منظور آزادسازی این کودک ربوده شده از نزد آدمربایان سخن میزنند. تحقیقات جریان داره تا یک 30 یا 20% که ما بتوانیم یک سرنخ پیدا بکنیم. تقریبا 14 یا 13 عملیات ما اجرا کردیم به ارتباط، یک شهید یک زخمی هم داریم. در ساحایی که آسیب پذیر اقلا یک اشتباه بوده اجراات صورت گرفته و از مردم و همکارا و با ملت غیور بلخ هم همکاری صورت گرفته. تلاش نهایت چی است؟ ضروری است که کل ما تلاش بکنیم و نیروهای امنیتی، بخش‌های کشفی، استخباراتی و هم مردمی در این عرصه همکاری میکنند. شهروندان ترکمن در کنار برپایی خیمه تحسن در برابر ساختمان مقام ولایت بلخ، راه‌های تجارتی حیرتان مزار و آقینه را در ولسوالی اندخوی ولایت بلخ نیز بر روی رفت آمد مسدود کردند. با گفته این باشندگان تا زمان رهایی عبدالرؤوف اعتراضهایشان را ادامه می‌دهند. عبدالرؤوف حدود 47 روز قبل از حوزه 4 امنیتی مزار شریف توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شد که در بدل رهایی او از خانواده‌اش $1.5 میلیون خواسته شده است.